اخیراً یوتیوب اپلیکیشن جدیدی رو به نام YT Create یا یوتیوب Create رونمایی کرده که یه اپلیکیشن برای ادیت ویدیوهای شما روی موبایل. سلام دوستان، خوش اومدید به این ویدیوی جدید از شرکت اندروپی و امروز توی این ویدیو قرار نحوه استفاده و کار با اپلیکیشن یوتیوب کرییت رو به شما آموزش بدم. در اولین قدم شما باید این اپلیکیشن رو اینستال کنید یا نصب کنید. نحوی که شما میتونید این اپلیکیشن رو نصب کنید یا با استفاده از پلی استور و یا با کلیک کردن روی این لینکی که خود یوتیوب زیر این ویدیویی که راجع به این اپلیکیشن توضیح داده وارد پلی استور بشید و به صورت مستقیم این اپلیکیشن رو دانلود کنید. وقتی که این اپلیکیشن رو دانلود کردید کافیه که روش کلیک کنید. وقتی روی این کلیک میکنید با همچین صفحه‌ای مواجه میشید. روی ساین این کلیک میکنید و با استفاده از یکی از اکانت هایی که روی اون یوتیوب دارید وارد این اپلیکیشن میشید. صفحه‌ای که میبینید اینه. ازتون دسترسی میخواد به محتوای داخل گوشیتون، محتوای تصویری و صوتی که شما باید این اجازه رو بهش بدید. روی الو کلیک میکنید و شما رو وارد گالریتون میکنه. روی بخش ویدیوز کلیک میکنید و یکی از ویدیوها رو انتخاب میکنید. روی ایمپورت کلیک میکنید و همونطور که میبینید این ویدیو به میز کار این اپلیکیشن ادیت ایمپورت میشه. همونطور که میبینید یه به علاوه سمت راست تایملاین ویدیو وجود داره که با استفاده از اون میتونید ویدیوهای دیگر رو هم به این پروژه اضافه کنید. خب بخش اولی که میخوام بهتون آموزش بدم این گزینه هاییه که این پایینه. شما با استفاده از دکمه اسپلیت همون قیچیه میتونید ویدیوتون رو کات بزنید. با استفاده از فیلترها میتونید رنگ و نور ویدیوتون رو تغییر بدید. سیاه‌سفیدش کنید و یا افکت‌های مختلفی روش بزنید. میزان اوپاسیتی این فیلتر رو هم میتونید با این نواری که این پایینه بالا و پایین کنید و کم و زیادش کنید. روی دان کلیک میکنید و خب بخش افکت برای شما صفحه‌ای از افکت‌های مختلف یوتیوب فراهم کرده. برای مثال این افکت رو ما میتونیم اضافه کنیم. همونطور که میبینید افکت روی ویدیوتون اعمال شد. یا این افکت دیگر رو میتونیم اضافه بکنیم که البته این گرین اسکرینه، یعنی وقتی ویدیو شما پشتش سبز باشه میتونید با استفاده از این افکت حتی گرین اسکرین هم روی ویدیوتون پیاده کنید که برای اپ موبایل به نظر من خیلی گزینه قوی و جالبی میتونه باشه. و افکت دیگه هم وجود داره که شما تک تک میتونید اینا رو تست کنید و با استفاده از اونها اون بهترین گزینه‌ای که میتونید برای ویدیوتون انتخاب کنید رو انتخاب کنید. بعدش دان رو میزنید یا اگر نخواستید اون افکت روی ویدیوتون اعمال شه ریست رو میزنید. دان رو میزنیم. بخش ادجاست، اینجا میتونید به صورت دستی المان‌های مختلف ویدیوتون رو بالا پایین کنید، مثل روشنایی، کنتراست، هایلایت ها، شادوها یا برای مثال میشه گفت سایه های ویدیو، وایت پوینت و خب بخش‌های مختلف دیگه هم داره. اوپاسیتی ویدیوتون هم میتونید بالا پایین کنید. وینتیج اون اطراف ویدیوتون چقدر سیاه باشه یا نباشه، شارپن چقدر نور توی ویدیوتون یا چیزهایی که توی ویدیوتون تیز باشه یا نباشه و قابل تشخیص باشه نسبت به چیزهای دیگه اختلاف بیشتری پیدا کنه. بلوتون میتونید اینجا سردتر کنید نورتون رو، گرمتر کنید نورتون رو، سچوریشنش رو بالا پایین کنید و خب به صورت دستی کلی المان وجود داره که اینجا میتونید بهترین رنگ و نور رو برای ویدیوتون انتخاب کنید. دان رو میزنید. روی بخش اسپید اینجا میتونید ویدیوتون رو تا 10 برابر سریع یا تا 1/10 کند کنید، یعنی میتونید سرعت ویدیوتون رو 10 برابر کنید و یا میتونید سرعت ویدیوتون رو 10 برابر کمتر کنید. دان رو میزنید. روی بخش ولیوم اینجا میتونید صدای ویدیوتون رو کم و زیاد کنید یا میوتش کنید. تو بخش آدیو کلین اپ این بخش برای شما این حالت نویز کنسلینگ طوری انجام میده که خیلی میتونه به درد بخور باشه. خب صفحه لودینگش هم میبینید که به چه حالت جالبی طراحی شده. خب الان نویز کنسلینگ برای این ویدیو من اتفاق افتاده. اگه دوباره روش کلیک کنم خاموش میشه. اینجا روتیشن رو میبینید، دوپلیکیت رو میبینید، ریارنج رو میبینید و غیره. خب با روتیشن شما میتونید ویدیوتون رو همونطوری که میبینید بچرخونید. با ریپلیس شما میتونید با استفاده از گزینه ریپلیس یه ویدیو دیگه رو جایگزین کنید. بعد با گزینه ریارنج اگه شما مثلا چند تا ویدیو داشته باشید بخواید اون ویدیویی که مثلا سومه رو بیارید دوم، اونی که چهارمه رو بیارید پنجم و غیره، با گزینه ریارنج میتونید این کارو انجام بدید. با دیلیت میتونید این ویدیو رو دیلیت کنید و با دوپلیکیت هم میتونید یه دونه دیگه از همین ویدیو توی تایملاینتون اضافه کنید. حالا با کلیک کردن روی این گزینه شما وارد این صفحه جدید میشید، یعنی این نوار پایین برای شما گزینه‌های مختلفی رو میاره. برای مثال اوورلی. با کلیک روی گزینه اوورلی شما میتونید یک فیلم دیگر رو برای مثال انتخاب کنید و اینجا روی ویدیوتون اوورلی کنید. میبینید با چه گرافیک جالبی اوورلی میشه و میره پشت اون تایملاین اصلی.
و روی اون ویدیو اورلی هم اگر 2 بار کلیک کنید تمامی تغییراتی که میتونستید روی همون ویدیوی بیستون انجام بدید که همشو براتون توضیح دادم رو هم میتونید روی این ویدیو اعمال کنید. علاوه بر گزینه انیمیشن که این اورلی شما چجوری وارد تصویر بشه. خب برای مثال من الان یه دیزالو گذاشتم، اورلی من این شکلی میاد وارد تصویر بشه. و خب کار دیگه هم میشه باش کرد. 2 گزینه دیگه هم هستش، موو تو فرانت و موو تو بک، که این برای اینه که اگر چند تا اورلی داشته باشید این کار رو میتونید انجام بدید. گزینه بعدی تکسته. شما میتونید یه چیزی روی صفحه بنویسید. برای مثلا من می‌نویسم اینترو. دان رو که کلیک میکنید اینجا شما برای تکستتون هم تکست انیمیشن میتونید بزنید، استایلش رو میتونید عوض کنید، فونتش رو میتونید عوض کنید، کلی فونت‌های مختلف داره، رنگش رو میتونید عوض کنید، میتونید براش بک‌گراند انتخاب کنید، فرمتش رو میتونید عوض کنید، کجش کنید، صافش کنید، از راست به چپ باشه، از چپ به راست باشه، آوتلاینش رو میتونید عوض کنید، زیاد و کمش کنید، ضخامتش رو کم و زیاد کنید، رنگش رو عوض کنید، شادو یا سایه براش انتخاب کنید و رنگ‌های مختلف. حالا این گزینه موو تو فرانت یا موو تو بک رو اینجا میتونید شما ببینید. الان من مثلا من میخوام این اورلی اولم بالاتر از اورلی دومم که اون تکست باشه قرار بگیره، میزنیم روش، میایم موو تو فرانت رو میزنیم میاد بالا، موو تو بک رو که میزنیم میره پشت. روی بخش استیکرهای مختلفی هست که خود این یوتیوب براتون تعبیه کرده که لیستش تموم نشدنیه. توی گیف ها هم همینطور، توی ایموجی ها هم همینطور. میتونید با استفاده از این لیست ها کلی چیزهای مختلف به ویدیوتون اضافه کنید که برای ویدیو شورتس برای مثال خیلی میتونه جذاب باشه و مخاطب توی ویدیو نگه داره. روی بخش ساوند شما میتونید با استفاده از این بخش موزیک هایی که خود یوتیوب براتون فراهم کرده یا ساوند افکت هایی که خود یوتیوب براتون فراهم کرده و لایسنسیبله، یعنی برای مثال توی آدیو لایبرری وجود داره و قرار نیست مشکل کپی رایت برای شما وجود داشته باشه، رو انتخاب کنید. ژانرش رو میتونید از اینجا عوض کنید. ساوند افکت های مختلف میتونید از اینجا استفاده کنید. و خب اگر هیچ کدوم اونها رو هم نخواستید میرید رو بخش یور میوزیک و اون موزیکی که خودتون انتخاب کردید یا به هر نحوی از هر جای دانلود کردید و میدونید که کپی رایت نداره یا غیره از اینجا انتخابش کنید. روی بخش وایس اوور شما میتونید صدای خودتون رو ضبط کنید، فقط باید بهش دسترسی میکروفون رو بدید. روی بخش کپشنز هم شما میتونید شروع کنید به زیرنویس زدن برای ویدیوتون که روی گت استارتد کلیک میکنید. اینجا زبان رو میتونید عوض کنید، ولی خب زبانش فعلا اسپانیش، انگلیشه و هندیه. کپشن میتونه طبق وایس اوور باشه، یعنی اون صدایی که تازه ضبط کردید همین توی همین اپلیکیشن، یا میتونه روی کل اون ویدیوها باشه و حرفایی که توی اون ویدیوها میزنید رو زیرنویس کنه. بعدش هم که جنریت رو میزنید و غیره. خب برای مثلا این ویدیو کارتون با این ویدیو تموم شده. شما بالا سمت راست رو کلیک میکنید. اگر روی اسپکت ریشیو کلیک کنید شما میتونید قاب ویدیو رو عوض کنید که خب برای مثلا من الان ویدیویی که دارم 916 عمودیه، بنابراین 16 9ش نمیکنم و خب سیو رو میزنید. بالا سمت راست رو کلیک میکنید و اکسپورت رو کلیک میکنید. این بخش شما میتونید کوالیتی ویدیوتون رو یا 1080 که هایه یا استاندارد که 720 انتخاب کنید و اکسپورت بگیرید. من همون 1080 اکسپورت میگیرم. روی اکسپورت کلیک میکنید. سرعت اکسپورت خوبی هم داره. فقط نوشته که در حین اینکه داره اکسپورت میگیره نذارید که صفحه گوشیتون خاموش بشه و اپلیکیشن رو باز نگه دارید. وقتی که تموم میشه 2 تا گزینه اون پایین نشون میده و یه ضربتر بالا سمت راست. بیاید اول ببینیم گزینه ها چی هستن. روی گزینه شیر اگه کلیک کنید اپلیکیشن های مختلفی رو براتون باز میکنه که شما میتونید با استفاده از اونها بفرستید برای جای مختلف. ولی وقتی که روی گزینه بالاییش یعنی آپلود از یوتیوب شورت کلیک کنید به صورت مستقیم این ویدیو رو میبره تو یوتیوب شما که خیلی گزینه جالبیه به نظرم. و اینجا شما با اضافه کردن تایتل و دیسکریپشن و غیره و کلیک کردن روی نکست میتونید ویدیوتون رو به صورت مستقیم آپلود کنید. گزینه بعدی هم که داره که ضبط داره که خب این ویدیو توی گالریتون قرار میگیره. حالا بالا سمت چپ روی اون خونه‌ای که کلیک کنید میارتت روی ریسنت پروژکت و اینجا پروژه‌های مختلفی که شروع کردید رو به شما نشون میده. پروژه‌ای که دارید با این اپلیکیشن ادیتشون میکنید. با استفاده از به علاوه میتونید پروژه جدیدی رو شروع کنید و خب حتی ویدیوهای طولانی و بلندتون هم میتونید با این اپلیکیشن ادیت کنید. امیدوارم که از این ویدیو استفاده کافی رو کرده باشید. نظرتون رو توی کامنت ها با ما در میون بگذارید. اگر سوالی دارید از ما بپرسید و اگر چیزی از قلم افتاده یا ویدیو آموزشی خاصی رو دوست دارید ببینید اون رو توی کامنت ها به ما بگید. فراموش نکنید که این ویدیو رو لایک کنید و برای دوستاتون و افرادی که نیاز دارن بفرستید. تا ویدیو آموزشی بعدی و تا درودی دیگر، بدرود. Perfect.